سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب میخوام یه شعر بخونم. فکر میکنم سال 88 یا 89. امضا نداره این شعر، ولی همون موقع که اون داستانه فتنه 88 به وجود اومد، یادم میاد من تنهایی آقای خامنه ای رو فهمیدم. اون موقع که دوستاش، اونایی که با هم تو انقلاب و فلان فعالیت داشتن، همه کشیدن کنار، همه رفتن یه جاده دیگه، یه خط دیگه، در حالی که با هم این راه رو شروع کرده بودن و قرار بود با هم ادامهش بدن دیگه. اونا همه زدن جاده خاکی، ولی آقای خامنه‌ای محکم رو حرف خودش وایستاد. امروز فکر میکنم با این داستان جنگ 12 روزه یه جورایی فکر میکنم این شعر مناسب باشه واسه امشب و امروز. امیدوارم خوشتون بیاد. ای بغض مرا شکسته ای تو، بیعت ز من و ولایت از تو. غافل شدی از لذت دنیا، با دشمن خود کنی مدارا. فرماندهی کل قوایی، اما نداری ادعایی. هر توطئه که ز غرب برخاست، یک خطبه تو برملا ساخت. هر وقت که نماز جمعه خوانی، شیطان رجیم ز ما برانی. فرمایش تو رهم نماید، از گفته جاهلان چه باید. ما بیدلیم و رهی هراسان، رهبر که تویی ره است آسان. شک نیست که عده‌ای اسیرند، در خدمت اجنبی اجیرند. در عهد تو بوده اند جمعی، خاموش شدند چو نور شمعی. آنها به بدعت از قراری، در باد و برود شدند چناری. پند دادیشان و لب نبستی، هر جا که نیاز بود نشستی. هم پیر شدی و هم جوانی، ره مختلف است و تو همانی. ای رهبر و هم رزم شهیدان، فرمانده جبهه های ایران. آنان که نشانگاه عشقند، با خون خود این چنین نوشتند. با مرگ کنیم همیشه فریاد، فتوی بدهی مرگمان باد. امیدوارم خوشتون اومده باشه.